برادران عزیز، من اینجا درآمدگاه دهه مرد. من بینید بالا زمستان، این طرف تیرماه، دایره‌چه شوخ، اسب‌های آرام. هر کس که خواهد اسبش آرام باشد باید در لب همین دایره‌چه اومده استراحت کند، دم گیرد. من این شرشر آب دریا، صدای پرنده ها، من این طبیعت اساساً انسان تبابت میکرده چیز این طبیعت است و همه گل و گیاه ها، داروها در طبیعت است. منم شخصا خودم یکم مراتبه به این دیه آمدم. راهاش ها خیلی هموار، خوب، من اسفالت کردگی. من در همین میانی سنگ ها، کوه ها مردم زندگی میکنند، زیادتر کتاب میخونند، شعر مینویسند. من آینده گیاهای شفابخش خوبتر استفاده میبرند. این دایره و این کتره که در دهه مرد جسته میرند. من همینجا حالت تقصیرگی یعنی که خوش بستادگی جمعی گاه میبودم. من بالا منظره ها، من اینجا با ماشین اومده ایستاده است. من این منظره های زیبا ناحیه عینی آینده یکی از بهترین مرکزهای توریسم در جمهوری میشد، چون که از شهر خوجند، سمرقند، دوشنبه نزدیک است. بچه خیلی بعضی رفیقا من میپرسند اینجا پامیر است، من میگم اینجا پامیر دو که من ببینید کوههای پامیر بارید همش. من به همه شما صحت، سلامتی، عمر دراز، برای کار میخواهم. برنامه دکتر طاهری چطور آدم ها باید 100 سال عمر بیمار نشوند، این برنامه در دست خود انسان، طبیعت و خدا هست. با طبیعت باشید، 100 ساله شوید.